استعرض تاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را. درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شرفمندیم که در این روزها باز با شما واخورده مسئله مهم را محاکمه میکنیم. ما از این مشکلات خیلی غمگینیم. مسلمانان وقتی که احوال جماعت‌های جهادی اسلامی را می‌بینند غمگین می‌شوند. آنها را وضع حزب و حرکت‌های اسلامی اندوهگین می‌سازد. این گروه‌ها به جای متحد نمودن قوه‌های خودشان به گروه‌ها تقسیم می‌شوند. هي في ذاتها تتعرض للانشطار والتفرق. چرا در بین جماعت‌ها اینقدر جدایی وجود دارد؟ في عمل الجماعات. برای پورا درک کردن این مسئله، عموماً فعالیت گروه‌ها را نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در تمام جهان به نظر گرفتن لازم است. جماعت یا از جانب دولت مجسم می شود یا از جانب شخصان علاهیده که برای نائل شدن به هدف معین متحد شدند. در مورد دولت باید گفت که آن ساختار اجرایی است که قانون‌های را که همچون تنظیمگر مناسبت‌های بین همه از جانب آدمان قبول شدند تطبیق می نماید. دولت در این حالت به قانون‌ها تمرکز می کند. الذي يركز عليه هو المنظومة التشريعية. در چنین حالت به دولت از آن که شهروندانش اعتقاد و دیدگاه‌های گوناگون دارند ضرری نمی‌رسد. تحمل عقائد وافكار مختلفه. دولت اسلامی مناطق وسیع را فرا گرفته بود. در این دولت مسلمانان و ذمیان که در زیر سرپرستی مسلمانان بودند زندگی می‌کردند. در بین این ذمی‌ها هم اهل کتاب و هم پیروان دین‌های دیگر موجود بودند. همه آنها در سایه دولت اسلامی زندگی کرده از روی احکام شرعی اداره می‌شدند. دولت از آن ضرر نمی‌بیند که در بین شهروندانش افرادی هستند که به مبدأ این دولت باور ندارند. ما حاضر درباره فعالیت جمعیتی که در دولت به نظر می‌رسد سخن راندیم. با نوع دیگری فعالیت جمعیتی باشد، جماعت‌های مشغول هستند که برای رسیدن به هدف‌های معین به وجود آمدند. در بین این جماعت‌ها گروه‌های در شکل اتفاق‌های کسبه موجودند. این گروه‌ها در اطراف یک کسب و کار معین متحد شدند. آنها فکرت و لایحه‌ای ندارند که چگونه ملت‌ها به رشد نائل شوند. فهو لا يحمل فكرا ولا مشروعا نهضويا. وظیفه این گروه‌ها از آن عبارت است که در دایره قانون‌های موجوده حقوق آدمان صاحب کسب و کار معین را طلب کنند. در حال حاضر ما درباره این گروه‌ها سخن راندن نمی‌خواهیم، زیرا فعالیت این گروه‌ها باعث رشد امت نمی‌شود و واقعیت را تغییر نمی‌دهد. لا ينهض امه ولا يغير واقع. اکنون جماعت‌های را بررسی می‌کنیم که به نوع دیگری فعالیت مشغولند. این نوع فعالیت حزبی است. هرچند گروه‌هایی که به این کار دست زدند شاید خود را حزب نمی‌گویند بلکه خود را جماعت یا جنبش اسلامی نامیدند. او سمي كما هو عند الآخرين اسم جماعه، اسم حركه اسلامیه. گپ در سر آن نیست که این گروه‌ها خود را چی می‌نامند. مسئله در ماهیت این گروه‌ها است. پس حزب چیست؟ واژه حزب موافق زبان عربی به معنی شخصانی است که خود را به یک نفر معین نسبت داده جانبدار و همفکری او هستند و مفهوم‌های یکخیله دارند. یجتمع مجموعه من الناس على رأی واحد.
وقتی که یک گروه آدمان در اطراف یک مقصد و یک عقیده متحد میشوند، پس گفته میتوانیم که این گروه آدمان برای رسیدن به مقصد معین حزب تشکیل کردند. حزب این در اساس فکرت معین، لایحه و هدف متحد شدن آدمان است. مشروع هدف غایه محدده. وقتی که آدمان نه در اساس فکرت جمع میشوند، جمعشوی آنها حزب نامیده نمیشود. مثلا وقتی مردم جمع میشوند تا از ثروتمندان پول جمع کرده آن را به کمبغلان تقسیم کنند، این گونه اتحاد را نه حزب مینامند و نه جماعت. توزیعها علی الفقراء فلا يسمى حزبا ولا تسمى جماعه، انما هذا تجمع على عمل. چون این جمعشوی شکل‌های گوناگون دارد و من نمی‌خواستم که در این نشست به این مسئله توجه کنم. لا نريد ان نخوض في هذا الامر في هذه الايام في هذا اللقاء. ما حالا می‌خواهیم محض جماعت‌های را که به خاطر یک فکرت تشکیل شدند بررسی نماییم. وقتی که ما به این جماعت‌ها نگاه می‌کنیم، از دیدن تقسیم شوی آنها ما را درد فرا می‌گیرد. همچنین هر کسی که به امت اسلامی دلسوز است این درد را می‌کشد. خصوصا ما این درد را زمان احساس می‌کنیم که به واقعه‌هایی که از مسلمانان متحد کردن نیروها را تقاضا می‌کنند نظر می‌اندازیم. ما می‌بینیم که یک جماعت به چند گروه تقسیم شده می‌رود. مثلا در یک جماعت طرفداران استفاده قوه و طرفداران حل آسایشته موجود هستند. جانبداران حل آسایشته در چارچوب رژیم‌های موجوده حرکت می‌کنند، در حالی که جانبداران استفاده قوه با مقاومت خود از رژیم‌ها ناراضی بودنش را نشان می‌دهند. ما دیدیم که در زمان اشغال عراق چگونه موقع یک جماعت وابسته به آن که آن در کدام کشور قرار داشت فرق میکرد. همان یک جماعت که در کویت، اردن، عربستان سعودی و مصر جایگیر است در یک مسئله موقعهای گوناگون را اشغال میکند. یکی از جماعت‌هایی که تا این زمان پیش از به وقوع آمدن حادثه‌های بزرگ عضویت در حزب را کفر می‌شمارید، اکنون خودش به تشکیل حزب‌ها شروع کرده است. ای کاش این جماعت این حزب‌ها را در اساس اسلام تشکیل می‌کرد. سبب این اختلاف در چیست؟ چرا این اختلاف جماعت‌ها در کشورهای مسلمانی رخ می‌دهد؟ چه طوری که در بالا گفتیم حزب از شخصان عبارت است که خود را به یک نفر معین نسبت داده جانبدار و همفکر او هستند و مفهوم‌ها یک خیله دارند، یعنی این آدمان را یک فکرت متحد می‌کند. از این رو برای آنکه گروه حزب یا جماعت نامیده شود آن باید در اساس فکرتی که باعث رشد می‌گردد تشکیل شده آدمان را به هم متحد گرداند. این گروه باید یک لایحه صاف و بلورویی اسلامی داشته باشد. ممکن نیست که این گروه در اساس فکرهای عمومی بنیاد گردد. ولا يجوز ان يقوم على افكار عامه. فعلى سبيل المثال مثلا عقیده اسلامی عقیده تمام مسلمانان است. هر کمبودی که در عقیده انسان به وجود آید او را از اسلام خارج میکند. حرکت‌های اسلامی در عقیده از همدیگر تفاوتی ندارند. ومع ذلك لا يميز الحركات الإسلامية ولا تتمايز بعضها عن بعض بالعقيدة، لأن الإخوان المسلمين گروه‌های چون اخوان المسلمین، سلفی‌ها و حزب التحریر برندگان عقیده اسلامی میباشند. حزب التحریر يحمل عقيدة الإسلام. از این رو برای یگان گروه گفتن آن کافی نیست که آنها را عقیده اسلامی متحد کرده است، زیرا این فکری تمام مسلمانان میباشد. به این هم هر یک جماعت و فرد باید صاحب این عقیده باشد. أيضا بالمشروع المفصل فلا يقال الإسلام هو الحل. همچنین پیروان این یا آن حزب باید توصیف مفصل طرح اسلامی را داشته باشند. برای این گروه اسلام راه حل از گفتن کافی نیست. تحتاج إلى حل. این عباره یک عباره عمومی است. مثلا اگر من برای حل یگان مسئله رأی احمد ابن حنبل را گیرم و دیگر رأی امام مالک و سیومی رأی شافعی را بگیرد ما متحد نخواهیم شد. اگر من اشتراک در وزارت را حرام و دیگر جایز و سیومی این کار را واجب داند ما متحد و جماعت نخواهیم شد. لن تكون الجماعة جماعة
جماعت باید لایحه مفصل داشته باشد تا که در تفصیلات آن اختلاف سر نزند. لایحه اسلامی نمیتواند بر هر کدام از 4 مذهب در یک جای اساس یابد. اگر جماعت لایحه مشخصی نداشته باشد پس به هدفش نمیرسد و عملش بیهوده خواهد شد. چون این جماعت از هم جدا می شود. از این رو مشاهده کردن ممکن است که چطور گروه از یک جماعت که در کنار پل بریمر در عراق بودند سرقانون تشکیل میکردند، در حالی که دیگر گروه همین جماعت ضد او می‌جنگید. گروه از جماعت در زندان بود و گروه دیگری آن در وزارتخانه ها کار میکرد. جماعت را از تقسیم شوی چی محافظت میکند؟ جماعت در آن صورت از تقسیم شوی امین خواهد ماند که اگر دارای لایحه روشن و دقیق و مفصل اسلامی باشد. لایحه مذکور از سرقانون، نظام‌ها و قانون‌های اقتصاد، ساحه اجتماعی، عقوبات و حاکمیت عبارت است. این لایحه باید تمام ساحه‌های حیات را فرا گیرد. به این وسیله جماعت پایدیواری به دست می‌آورد که از پراکنده شدن آن جلوگیری می‌کند. اکنون پایدیوار دوم را بررسی میکنیم که از تقسیم جماعت جلوگیری خواهد کرد. مادام که جماعت لایحه روشنی داشته باشد باز چگونه پایدیوار لازم است؟ شاید اکثر جماعت ها راضی شوند که خلافت اسلامی لازم است و بسیاری از آنها بگویند که ما به لایحه قبول کرده شما راضی هستیم. از این رو به نظر چنین میرسد که اختلاف وجود ندارد. پس اختلاف در چیست؟ اختلاف در طریقت جای دارد که باعث عملی شدن این هدف بزرگ و عملی شدن لایحه روشن اسلامی خواهد شد. محض در اینجا اختلاف به عمل می آید. بعضی گروه ها میگویند طریقت رسیدن به حاکمیت مبارزه مادی می باشد. برخی دیگر میگویند که میتوان با راه دموکراتی توسط انتخابات و قطعی های رای به حاکمیت رسید. برخی دیگر بر این باورند که سازمان های خیریه تأسیس داده به آدمان قرآن کریم را تعلیم دادن ضرور است. همینطور راه ها و برنامه های گروه های گوناگون از هم فرق میکنند. بنابراین باید طریقت به دست آوردن دولتداری را معین کرد. جایز نیست که طریقت رسیدن به غایه در اساس سعی و کوشش خود جماعت معین کرده شود. طریقت برپای دولت را محض شریعت معین میکند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شخصی بودند که دولت را بنیاد نمودند. ایشان آن را نه 10 مراتبه بلکه 1 مراتبه برپا کردند. از این رو احکام شرعی قدم‌های را که باید در بنیاد دولت پیروی کرد عملا و به طور مفصل بیان کردند. شریعت چاره‌هایی را که از لحظه اولین پهن دعوت سر کرده تا بنیاد دولت اندیشیدن لازم است بیان نموده است. شریعت این تدبیرها را از لحظه نازل شدن کلام زرین الله متعال ای جامعه در سر پیچیده برخیز و بیم ده تا لحظه حاکمیت رو به دست گرفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم تا زمانی که ایشان در اطراف خود قوه‌های توسط طلب نصرت در مدینه منوره به دست آوردنش را جمع نمودن روشن کرده است. اینک شریعت از طریق وحی طریقت بنیاد دولت را معین کرده است و به ما امکانیت نداد که طریقت به دست آوردن حاکمیت را خودمان تجربه کنیم. در اسلام جای آزمایش وجود ندارد. در اسلام احکام و عهده‌داری های وجود دارند که باید رعایت شوند. جایز نیست که ما این احکام را در اساس تجربه و سنجش ها و اعتبار نتیجه های خلاصه گیری عقلیمان قبول یا رد نماییم، وگرنه ما نه به شریعت بلکه به خلاصه های عقلی و نتیجه های تجربه رعایت کننده شده میمانیم. همینطور برای آنکه در جماعت پراکندگی پیدا نشود آن باید لایحه داشته باشد. غیر از این آن باید طریقت معینی داشته باشد و همه افراد این گروه را موظف کند که در همه مرحله ها به این طریقت پایبند باشند تا عملهای این گروه تصادفی نشوند. اینچنین اگر این جماعت طریقت روشنی معین داشته باشد افرادی که به فعالیت در این گروه مشغولند می توانند خودشان معین کنند که در کدام مرحله قرار دارند و درک خواهند کرد که آیا آنها تمام طلبات برای گذشتن به مرحله دیگر را اجرا کردند یا نه. اکنون بیایید به پایدیوار سیوم میگذاریم که جماعت را از تقسیم شوی نگاه می‌دارد. این رابطه است که آدمان را در این گروه به هم می‌پیوندد. البته جماعت‌های اسلامی به دستگیری عامه مردم نیاز دارند. آنها همچنین به دستگیری مادی نیاز دارند و به آنها قوه لازم است که به آن تکیه کنند. این قوه میتواند از رژیم، میتواند از شخصان نفوذناک و غیره سرچشمه گیرد. آنها به این نیرو نیاز دارند تا خود را از تعقیبات محافظت کنند.
قد تجعل الجماعة به این دلیل جماعت ها می توانند به خود آن نفرانی را شامل کنند که صاحب پول یا نفوذ و یا پشتیبانی جمعیتی هستند. لديه قوة، من ترى لديه تأثير جماهيري في الناس، وهذا أمر عظيم لا بد منه. ولكن إذا كان ضم هؤلاء این کامیابی بزرگ بوده، آن ضرور است، اما اگر پیوستن این اشخاص به جماعت بر پایه هدفهای پذیرفته شده، مسئولیت و طریقت مفصل صورت نگیرد، این به زیان جماعت خواهد بود. من هدف وغاية والتزام بالطريقة بتفصيلها يكون شرا مستطيرا على الجماعة. در چنین وضع این همه نیروها و شخصیت‌های صاحب نفوذ به عملکرد این جماعت تأثیر می‌رسانند. این گروه زیر تأثیر آن اعضایان خود که منصبدار دولتی یا صاحب نفوذ میباشند قرار میگیرد. اگر این طور شود، ما در داخل جماعت چیزی را میبینیم که ما را خیلی غمگین میکند. از این رو برای آنکه جماعت جدا نشود و زحمت‌های صرف کرده آن برباد نروند، آن باید رابطه درست داشته باشد که آدمان را در آن به هم متحد سازد. در کدام اساس بین آدمان در جماعت رابطه درست به وجود می آید؟ رابطه آدمان در جماعت باید بر پایه عقیده و طلبات قبول کرده جماعت بنیاد گردد که برای رسیدن به هدف ضرور است. این برای آن لازم است که اعضایان از راهشان بیرون نشوند. همین طور گروه باید عقیده را استوار گردانیده، رأی‌های شرعی و احکام شرعی را تبنی کند که به هدف بنیاد دولت اسلامی مربوط هستند. اینچنین این جماعت باید احکام را تبنی کند که طریقت را که گروه به آن باید پیروی نماید روشن می‌سازند. همه این رأی‌ها و احکام باید از عقیده سرچشمه گرفته از نصوص شرعی استنباط شده باشند. آنگاه رابطه آدمان در داخل گروه در اساس مبدأ به عمل آمده، در زمینه موقع جمعیتی این جماعت و نفوذ آن در بین عامه مردم بنیاد نخواهد شد. همین طریق ما سه پایدیوار داریم که حزب‌ها را از تقسیم شوی نگاه می‌دارند، اما برای هر یک شخصی که با این یا آن جماعت کار کردن می‌خواهد شرط موجود است. این چی شرط است؟ برندگان دعوت و شخصان مسئول در همه گونه جماعت می‌خواهند که شماره زیاد آدمان با آنها همراه شوند. چنین هم می‌شود که از زندان 1700 مخالف نظام بیرون شده، پس از آنکه آنها را به پیوستن به صف‌های جماعت معین دعوت می‌کنند، در حال به آن می‌پیوندند. در یک شب آنها به جسم این یا آن جماعت تبدیل می‌یابند، مگر آنها به فکرت، طریقت و لایحه این جماعت باوری حاصل کردند. آیا جانبداران جماعت اطمینان حاصل نمودند که افرادی به آنها پیوسته شده فکرت آنها را فهمیده قبول کردند؟ نه، این طور نشد. از این رو برای جماعت ها از همه خطرناک این بود که آدمان گروه وارد جماعت های آنها شدند. آنها به این جماعت ها وارد شدند در حالی که نه هر یک فرد فکرت و طریقت آنها را پوره درک کرده بود. يريد أن ينضم إلى هذه الجماعة. چگونه شخص میتواند به یک لایحه بزرگ اسلامی دعوت کند اگر خودش آن را نفهمد؟ شخصی که مسئله های عادی شرعی به خصوص مسئله های مربوط به بنیاد دولت اسلامی را نمیداند، چگونه میتواند برای بنیاد آن فعالیت برد؟ چگونه جاهلی که در فعالیت سیاسی چیزی را نمیفهمد دولت اسلامی را بنیاد کرده میتواند؟ از این رو ما به هر مسلمانی که عضو هر یک جماعت اسلامی است با این سخن مراجعت میکنیم: از الله بترسید، در خصوص کسانی که در پشت شما هستند از الله بترسید، در خصوص امت خود که هر روز با خون و ناموس و تمام دارایی خود بها میپردازد از خدا بترسید. در اطراف لایحه اسلامی متحد شوید، طریقت خود را روشن کنید، بگذار رهبر مردم بهترین آنها باشد که به این مقام با سبب عقیده اسلام را پذیرفتنش میرسد، نه با سبب موقع یا نفوذ داشتنش و یا پشتیبانی یگان دولت. ولا لتأثیره ولا لأنه قناة جماعت ها به سبب آن تقسیم شدند که آدمان در این جماعت ها از جانب نیروهای مختلف پشتیبانی می شدند. آنها به سبب آن از هم جدا شدند که لایحه نداشتند و باز به سبب هایی که پیشتر ذکر کردیم. از این رو آن نفرانی که غم لایحه اسلامی را دارند بگذار این لایحه را آموزند، طریقت رسیدن به هدف را آموزند، بیاموزند که برای متحد ساختن آدمان کدام رابطه درست است. بگذار آنها لایحه اسلامی و حالت امروزه امت را کاملا درک نمایند.
نمایند. شاید آنگاه الله متعال ما را با بنیاد دولت خلافت که بلاها را از سر امت اسلامی را دور خواهد ساخت عزیز گرداند. از الله متعال میپرسیم که به ما یاری دهد تا آنچه را که دوست می‌دارد و از آن راضی است اجرا نماییم. بگذار که ما در طاعت او با شما دیدار کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.